راوی توی اتاقش غرق کتاب‌های تاریخی بود. صفحه‌ها رو یکی یکی ورق می‌زد و خودش رو وسط روایت‌های مصر باستان می‌دید. همون لحظه در اتاق باز شد و پدرش وارد شد. نگاهی به کتاب‌های پخش شده روی تخت انداخت و لبخند مخفی زد. بعد بدون حرفی اضافی کتابی قدیمی و چرمی رو از گذاشت جلوی راوی. راوی با تعجب پرسید این دیگه چیه؟ پدر گفت این کتاب از پدر بزرگت به ما رسیده. چشمای راوی برق زد. کتاب رو گرفت. با هیجان بازش کرد و شروع کرد به خوندن. اما خیلی زود صورتش در هم رفت. داخل کتاب فقط چند تا روایت کوتاه از اتفاقهای مهم تاریخی نوشته شده بود. نه چیزی بیشتر. با ناامیدی سرش رو بالا آورد و گفت این که فقط چند تا داستانه. این دیگه چه کتابی آخه؟ پدر لبخند مرموزی زد و آرام گفت چون این یک کتاب معمولی نیست. این یک کتاب جادوییه. هر دوره‌ای از تاریخ رو که توش بنویسی تو رو به همون زمان میبره. راوی خشکش زد. مدادش رو برداشت. و با دستهایی که کمی میلرزید نوشت 2560 سال قبل از میلاد مسیح در مصر. و درست همون لحظه همه چیز شروع شد.